درود بر شما، بفهمید. درود بر شما آقای همایون. در خدمتتونم، بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. اول میخواستم از برنامه‌های خوبی که دارید، مثلا این برنامه شبانه‌تون واقعا عالیه، چقدر من لذت میبرم. محبت دارید. بله، این یکی که تشکر کنم ازتون که خیلی ممنونم. در ضمن میخواستم بگم یک آقایی هست که خوب شما میشناسید که ایشون در انگلیس الان حدود 5-6 ماه تلویزیون زدن. قبلا هم در تلویزیون شما صحبت میکردن، اسمشون من نمیدونم، ایشون آخونزاده است. ایشون انقدر با این شیخا چه چیزی داره شما نمیدونید. ایشون وقتی صحبت میکنه چه آب از لب و لوچش میچه که راجع به این شیخا و آخوندا و حاج شیخ نمیدونم رسول و حاج، اصلا شما بگید ذره راجع به رضا شاه کبیر یاد بودشون ایشون صحبت کرد. آخه بابا بی چشم رویی تا کی؟ آقای علیرضا، فامیلی تو نمیگم، همه میدونن تو تازه تلویزیون زدی، آخونزاده ای تو بودی که گفتی فرشته چون بیرون دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این حرف تو بود، این حرف تو بود. بله، خیلی ازت ممنونم.